در بالای علم خیلی که از محمد ابن سیرین الضحاک روایت است، در مقدمه سه مسلم هم است که میگن العلم دین فانظروا من اين تاخذون دینکم. یک شیخ است، مسلمان است، عالم است، مسلمان است، شما ور مسلمان میگه، لیکن از عقیده او اینقدر خبر ندارید که انیق و دقیق چی است. سلف صالح بعد از منتشر شدن اهل بدعت گفتن که از همین عالمی که تو اون مسلمان میگوی علم نگیر تا زمانی که انیق اول فهمی که این کی است. فقط مسلمان بودن بسنده نیست، اهل بدعت نباشد. اگر دیدی که اهل بدعت است، دیدی که به اهل بدعت هم نشینی دارد، علم نگیر. تحقیق یعنی امتحان عقیده او را امتحان میکنی. پیش از علم گرفتن امتحان کردنی عالمت، همون استادت، یکی از ضرورات شد و بعضی از علما در حالت انتشار واجب، در حالت انتشار بدعت واجبات گفتن تا که گمراه نشه. یک امر ضروری بود. امتحان در چهار حالت گفتیم. حالت یکم برای علم گرفتن علما رو اول میسنجی، بعد علم میگیری. اول عقیدهش میبینی، بعد علم میگیری. دوما در مسئله نماز خواندن از پشت هر کسی آیا جایز است؟ وقتی که دارالاسلام بود عقیده همه یک عقیده بود، دارالکفر باشد هم عقیده همه یک عقیده. مسلمان ها فقط یک عقیده دارند، همشون اهل سنت موحد هستند، دو که ندارد، از عقب همه نماز خواند. اما وقتی که عقیده ها هم در دارالبنام دارالاسلام منتشر گوناگون، هم در دارالکفر دارالاسلام، امروزه دارالکفر دارالاسلامی که این علما میگوید یا منطقه مسلمانی البته دارالاسلام وجود ندارد، لیکن دارالاسلام گفته مثلا دولت عثمانی را بگی، پیشتر دارالاسلام بود. مثلا هیچ فرقی از دارالکفر امروزه از نظر عقیدوی نداشت. امروزه در همین دارالکفری که عقیده های جهمی، رافضی، این آن منتشر است، در همین دارالاسلام هم همین خیلی منتشر بود. علمای سلف گفتند که بعد از منتشر شدن جهمی ها در دارالاسلام گفتند که نماز نخوان مگرم از عقب اهل سنت. وقتی که منطقه منتشر شده اهل بدعت زیاد است، اول امتحان میکنی امام رو اول میفهمی، بعد از این نماز میخونی. انیق باشد که اهل سنت است. این سخن رو سفیان ثوری گفتند. رساله عقیده سفیان ثوری رو ببینید در درون کتاب اعتقاد شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه لکی با سند صحیح روایت است که به شاگردشون قاسم وصیت کردند. آخرین وصیتشون این بود که ولا تصلي الا خلف من تتيقن انه من اهل السنه والجماعه. نماز نخوان مگرم از پشت کسی که انیق و دقیق یقینا میدونی که از اهل سنت است. اگر انیق و دقیق و یقینا ندونستی که از اهل سنت است، نماز نخوان. پس امتحان در اینجا جایز شد. سومین جایی که امتحان را سلف صالح ذکر کردند در وقت دادن دختر دادن، امتحان عقیده. وقتی که زمان صحابه بود همه مؤمنین موحدین بودند، یک مسلمان می آمد دختر می دادند. رسول الله گفتند یک کسی رو دیدید که از دینش راضی شدید، از خلقش راضی شدید، بدید، می دادند. اما بعد از این که عقیده های گوناگون در زمان سلف منتشر شد، دختران خود را به هر یک بنام مسلمان آمده که حکم ظاهرش مسلمان است، نماز میخواند، تو مسلمان دخترم به تو دادم نمیگفتند، بلکه همراه او صحبت میکردن، عقیدهش میسنجیدن، امتحان میکردن که تو بله ظاهرا نمازخوان مسلمان هستی، در مسئله کلام الله چی میگویی، در مسئله الله در بالا بودن چی میگویی، در مسئله تقدیر چی میگویی، در مسئله ایمان چی میگویی. که این مسئله ایمان مسئله بدعت ارجاء، بدعت جهم، بدعت خوارج به داخل داشت. مسئله اسما و صفات بدعت بگیم کلام الله مخلوق گفتن و الله در بالا بودنش انکار کردن، جهمی ها به تعلق داشت. مسئله قدری ها به تعلق داشت. انا همون بدعت ها یک بار می سنجیدن، بعد از این اگر خوب بود دختر میدادن، بد بود انکارش میکردن. و این چیز ضرورت شده بود، مهمترین چیز شده بود. بعضی از جهالا میگن که امتحان کردن مسلمان اصلا درست نیست، این یک جاهل است. امتحان کردن مسلمان پیش از علم آموختن گفتیم، پیش از نماز خواندن و پیش از دختر دادن، و چهارمینش پیش از روایت حدیث که این را ما همچون به عدد ذکر نکنیم هم میشد، به این 5 تا میشد، لیکن این از علم به علم داخل میشه. روایت حدیث امام احمد بن حنبل میگن که من در روایت علم حدیث
سبکتر نظر میکردم. اما بعد از این که بدعت خلق قرآن به وجود آمد، دیگر حدیث هیچ کسی را بدون سنجش و بدون امتحان روایت نمیکنم. تو اگه که عقیدش نفهمم حدیث روایت نمیکنم. انا کنون پنجمینش اگر اینه به باب علم داخل کنیم، چهارمین این من باب علم است. اگر اینه الوهیده ذکر پنجم، پنج چیزی امتحان میشه. پنجمینش همین مسئله گوشت. بعد از این که ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا. هر کسی که نماز خواند و قبله را قبله بگوید، ذبح کرده ما را بخورد، ذبح کرده مسلمانان را. مادر من عایشه رضی الله عنها به رسول الله گفتن که ما از این بازار میبریم گوشت میخریم و میخوریم. فلم نعلم ذکر اسم الله علیه ام لا. ای رسول الله، ما که این در بازار مسلمان ها گوشت های فروخته ایستاده شده رو نمیدونیم که بسم الله گفته شد یا نشد. ما ندیدیم. چی گوییم؟ پیامبر گفتن سم الله و کلوا، بسم الله گفته خوردن گرید. چرا؟ در زمان رسول الله یک عقیده اسلامی وجود داشت. اسلام یک اسلام بود، عقیده یک عقیده بود، فهم یک فهم بود، فهم رسول الله صحیح. اما امت امروز حتی در زمان سلف بعد از یک وقتی کمی، بعد از 100 سال است، 50 سال است، امت به یک فتنه بزرگ داخل شد که اسلام یک اسلام است، اما عقیده ده ها عقیده است. عقیده خوارج است، همه را گمراه میگه، خودش حق میگه. قدری است، همه را گمراه میگه، خودش حق میگه. جهمی است به اشکال و انواعش، بعضی اشعری، ماتریدی، رافضی، قدری، حزبی، این آن زیاد شد. اسلام بله دین است، بله که فهم خیلی گوناگون شد. هر کس اسلام خودش رو صحیح میگه، باقیماندیش باطل میگه. در زمان رسول الله این چنین نبود. برای همین اسلام و یک عقیده و یک مدل بسم الله میگفتی میخورد. اما وقتی که عقیده باطل منتشر شد، در این حالت تو از بین این مردم کدومش باید انتخاب کنی؟ گوشتی کدومش بخوری؟ نصف این اهل بدعت مرتدین است. جهمی ها به عقیده جهمشون مرتد شد، قدریه ها کافر شد، خوارج های غلات رو سلف تکفیر کردن، آذری، حزبی، امروری، رافضه. گوشت اینها خوردنش حرام است. خوردن گوشت کفار و مشرکین مرتدین حرام است، بجز یک طایفه اهل کتاب که الله خوردن گوشت اینها رو در سوره مائده جایز گفت. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم ای ذبیحتهم، ذبیحه اهل الکتاب من ابسم، ذبیحه اهل کتاب یهود و نصارا که اینم شرط و شرایط خودش داره. بالاخره بعد از این که منتشر عقیده باطل شد، امتحان به این چی به وجود آمد؟ امتحان در مسئله قصاب، تا که ذبح کرده مرتد رو نخورند، ذبح کرده یک انسانی که خودش مسلمان میگه لیکن به اهل بدعت رو نخورند، یک موحد رو خورند. این انمین قول ما راجح میگه، انمین قول افضل و بهتر میگه. تا یک انسان نشناسید از گوشتش نخورید. اما اگر حالت ها ضرور شد، مجبور شدید و خوردید، باکی ندار، از بنام مسلمان خوردید. گوشتش نخوردن، دختر ندادن، نماز نخوندن، این معناش نیست که شما برای تکفیر کردید. این تکفیر نیست، این از باب احتیاطی که سلف صالح کردن.